با عرض سلام و وقت بخیر، در خدمتتون هستم با آموزش گام به گام مراحل مدل سازی عددی با استفاده از نرم افزار فلوتریدی. اولین گام مربوط به معرفی فضای کاری به نرم افزار میشه. فضای کاری که به صورت پیش‌فرض در نرم افزار موجوده به صورت دیفالت ورک اسپیس اینجا قابل مشاهده است. برای ساخت فضای کاری جدید روی اون راست کلیک کنید، نیو ورک اسپیس رو انتخاب بکنید، اسمش رو اینجا وارد بکنید. برای مثال فلوتریدی لرنینگ، آدرسش رو اینجا وارد بکنید و تمام. فضای کاری شما ساخته میشه. کافیه روی اون راست کلیک بکنید. اگر گزینه Add New Simulation رو بزنید، مدل سازی از ابتدا آغاز میشه. اگر گزینه Add Existing Simulation رو انتخاب بکنید، نرم افزار از شما میخواد تا مدل عددی که قبلا ساختین رو به اون وارد کنید. بعد اوپن و همونطور که می‌بینیم مدل عددی که از قبل ساخته بودیم وارد نرم افزار شد. میتونیم اینجا مدل رو با هم دیگه مرور بکنیم. اگر هم گزینه نیو سیمولیشن رو وارد بکنیم، از ما اسم این مدل سازی رو میخواد. برای مثال اگزمپل شماره 1. آدرسش رو از ما میخواد و وقتی که تایید بکنیم و اوکی رو بزنیم مدل ما ساخته میشه. اما همونطوری که می‌بینید مدل کاملا خالیه و از صفر مدل سازی رو باید شروع بکنیم.